бурак ба тоҷикистон бармегардад. ҳамаи лаззатписандон ва бомазахӯрҳоро ба тарабхонаи бурак даъват мекунем. шурӯъ аз 23 сентябр ошпази номдори ҷаҳон бурак дар тарабхонаи бураки шаҳри Душанбе хидматгузори шумо хоҳад буд. биёед аз боло гузаред ва аз пухтаҳои дасти бурак баҳра гиред. کپک مست یعنی چی؟ کپکی که با قهقره‌زنی خود انسان رو واقعا مست میکند و امروز مهمون من یک دختری هست که با ایما و اشاره هاش، با ابروپرانی هاش، با نغمه و ناز و اداش واقعا همون کپک مست رو میموند. من در حیرتم واقعا، دیگر حرف ندارم که بگویم. فقط حرف من این است: سلام. سلام عزیزانی من. برنامه ناگفته ها شروع می شود و مهمان ما یک دختر زیبا با نام کمیله. سبزی دشت و دره شیر تری شرشره بچه تو برای وای وای وای. درود بر شما. با شما هم درود. شما خوب هستید؟ شکر خدا. در نوارها اینقدر انرژی زیاد دارید، اینجا خاموش نشستید کمیله جان. کم ترک در هیجانید. بله. حالا با خود نآمدید و عادت نکردید با استودیوی ما همینطور. بله. شما پیشه سرایندگی رو انتخاب کردید. خیلی دشوار است. بله. آگاهید که دشواری دارد؟ از همه چی آگاه. با وجود همه این شما تلاش دارید که موفق بشوید و در این جاده کامیاب گردید. انشالله. از دشواری ها نمی ترسید؟ نه. یگان ذره؟ نه. اول می ترسیدم. به خود باوری نداشتم. انا حاضر باشد باوری دارم انشالله. باوری شما در نتیجه چی پیدا شد؟ شکست و ریخت زندگی مقصد. چی شکست و ریخت؟ بسیار با استودیوی هستن که کار کردم، همکاری کردم، مثلا قدر نکردن مرا، صنعتی مرا قدر نکردن. از همین خاطر من هم دل شکسته شدم. باز به این موضوع ما برمیگردیم، ولی من در اول کپک مست گفتم. من ایما و اشاره و ابروپرانی و این نغمه های شما رو خیلی پسندیدم و فکر کردم که یک هنرمند حرفه‌ای است. یک هنرمند حرفه‌ای است که ابرو میپراند، نغمه میکند، میگوید آمو را ببند که بیا. اشاره ها، این چیزها رو فقط یک هنرمند حرفه‌ای میتواند. از کجا شما با این جوانیتون این چیزها رو یاد گرفتید؟ آمو را ببند که بیا یهی پرد. چطور میشود این؟ یک بار میتوانید نشان بدید؟ سبزی دشت و دره شیر تری شرشره بچه تو برای وای وای وای. من بیهوده نگفتم کپک مست. خودتون بینید و قضاوت کنید. آهنگ اپای نرگس شریف زاده است و متنش باشد از شما. از شما است. با من خیلی پسند آمد وقتی که اپای نرگس جان امی سرود موندن. ما خیلی در دلم نشست. ما فکر کردم که وقتی که چیزی که به من معقول باشد، سرودی که به من معقول باشد، البته که با مخلصان من هم انشاءالله که معقول می شود. من به نرگس درود میگویم. نرگس نازنین من همیشه شبیه یک صندوق پر از گنج است. صندوقی که اونجا نمیدونم گنج به حساب است. و نرگس با شما به فکرم فقط یک ترانه نداده تا جایی که من میدونم. بله، دو ترانه. همین دو سروده که حاضر فکر میکنم، من فکر میکنم که در بین مردم مشهور شده است. این سروده اپای نرگس هستند. باغ انگور، خوشروی بدی. بله، باغ انگور هم جالب اومد. تشکر. در باغ انگور دادی خدا نقش آفرید با یک دختره. بله. این خیلی کلند میزند، یک میبیند واو عاشق میشود. باغ انگوره غم کن دوره، امو یکی دوستش میدارم با دل کنجوره.
میخوام درباره دادی خدا اساس‌زاده کمی معلومات دیم. دادی خدا اساس‌زاده پرودوسر من عینی حال هستند، پرودوسر خیلی جوان. هرچند که جوان هم باشند برای من مثل پدر است. ممکن که دیگر خیلی فکر کنن که مقصد که جوان است، شاید این خیلی اون خیلی باشد. نه، برای من همچون پدر اون کس رو قبول کردگی هستم. با نرگس شریفزاده با دادی خدا اساس‌زاده همین برادرم بختیار اکسکالف ما رو شناس کردند. بختیاری عزیز بچه خوب هستند. برای چی که مادر بختیار با مادر من در همون قرغان تپه دوگانه بودن. دوگانه چند ساله. بله، دوگانه چندین ساله بودن. باید که آواز زنده قطعی من سرود میخوندم، با من گیتاریست نبود که یگان کس نوازد. با من خیلی زیق شدم و بعد مادرم گفتن که حاضر است ما یک جا میرم میبیام. رفتنم بعد آمدن گفتن که تیار شو میریم دوشنبه. من گفتم برای چی؟ گفتم پیش بختیار. گفتم کدام بختیار؟ گفتم بختیار اکسکالف. آخی من فکر کردم، گفتم مادر جان چه خیلی بختیار اکسکالف خاطر شما آوازی هیچ کس در تاجیکستان نمیشناسه. اصلا مادر من در فدراسیون روسیه بسیار عمر خود را میگذراند. وقتی خود را از همین سبب من حیران شدم که از کجا مادر من با بختیار اکسکالف مقصد که شناسایی چی کردن. بعد مادرم چی کردن؟ رفتیم ما پیش بختیار رفتیم. بعد مادرم گفت که من پیش مادرش رفتم. تو خورد بودی و نمیدونستی ما مقصد که خیلی هم دوگانه جانی بودیم، از اول هم خیلی چی بودیم. از همین خاطر من با مادرش تماس برآمدم و رقم بختیار جان گرفتم. میریم پیشش میریم. گفتن رحمت تشکر میگم با اون کس که بسیار آدم برای من شده زنگ زدن که همین کس مقصد که خواهر من است، یاردم کنید. مقصد این خیلی سپاس به همشون که این گونه هنرها رو دستگیری میکنند، این گونه استعدادها رو میبرارند. و میخوام یک پارچه از همون ترانه باغم باغی انگور بیسر روید رفتیم. یک دو سه. باغم باغی انگورای غمکم دورای، همو یکی دوستش میدارم با دلکم جورای. توبه صدا توبه دلکم کبابه، حوثی دل شکنی کاری ناسوابه. صدای زیبا، چهره زیبا، آنچنان پرداز کردن شما رو میکاپ کردند که کمی کلانسالتر میتابید، نه؟ احساس کردید؟ بله، همه میگوین. ولی امروز که من میبینم میکاپ کمتر دارید، خیلی مهین نازک. حتی فکر کردم که شما مکتب اینا رو ختم کرده باشید یا نه؟ رحمت کنم. بله ختم کردم. انیها در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده میخونم، فاکولته روزنامه‌نگاری تلویزیون و رادیو. پدرم ازبک و تاتار است. مادرتون چی؟ مادرم تاجیک. برمیگردیم به ابتدای صحبت. شما در ابتدای صحبت گفتید که شکست و ریخت، افتادن و خیستن ها یعنی چی؟ شما گفتید که در بعضی جایها کارهایتان قرار نگرفت. با کی کارتان قرار نگرفت؟ میتونید نام به نام؟ میشود نام به نام نگویم و خیلی همین گپایی که من حاضر میگم. بیاید خیلی نامی تخمینی میمونیم. مثلا میگیم که ترقل. اگر من همین سخن‌ها را گویم با همون شخصیتی که در کار است، همین سخن‌ها به همون چون میرسه همین سخن‌های من. فکر میکنم. من لیکن درباره شما کمی خیر اکنون من ژورنالیست، شما میدونید من درباره شما کمی معلومات پیدا کردم. من شنیدم که برخی از نواربردارها و کلیپ میکرها به شما پیشنهادهای ناخوب دادند. بله. گفتند که اگر با ما عشق بی‌ورزی و سازش بکنیم و نوارهایت را ثبت میکنیم و شما نگفتید. همین نه شما در بین تمام شو بیزنس، نمایندگان شو بیزنس پهن شد و همه گفتند احسن. تشکر. من فکر نمیکردم که این سخنی من پهن میشود. من برای خودم این سخن رو برای که من نخواستم همینم. چی پیشنهاد دادن؟ بیاید از اول نامهایشون رو نمیگیره، فقط قصه میکنیم تمام بدون نام. میلش پیشنهادایی که مقصد که تو اگر خواهی که با من عشق ورزی کنی، من میتوانم که تو رو صاحب ماشین کنم، خانه کنم
дар дигар давлатҳо сабти клипота ба сатҳи олӣ сабт кунам ва метавонам ки ҳама аз ҳамин нӯки по то тори сар мақсад ки бе ягон мушкилӣ метавонам ки туро тамин кунам. Ман негуфтам баъд бисёр асабонӣ шудан, бисёр асабонӣ мешудан, албатта ки мешаванд, асабонӣ шудан, гуфтанд ки фикр кун, шояд ки хеле шансҳо дигар ба ту намешавад, шанс намеғалта. Фикр кун, агар ки нашавад, бо ҳамихе мемонӣ, ҳеҷ чиз намешавӣ дар ҳамин дунё, ҳеҷ чиз намешавад, ҳамихе мехонӣ, ҳеҷ чӣ намешавӣ, бо ҳамон қафо задан мегирям. Хеле гуфтам. Ман гуфтам ки чӣ хеле бошад набошад, ман ба қувваи худам, истеъдоди худамда бовар дорам. Иншаллоҳ, аввал Парвардигор, дуюм истеъдоди худамда бовар дорам. Баъд модарам ҳамеша дар барам аст, оилам, апам, хоҳарам, модарам ҳамеша дар чӣ ҳолате бошад, онҳо дар бари ман ҳастанд. аз ин чизе ки аз сари шумо гузашт модар огоҳӣ дорад? Бале. шумо гуфтед ба модар? Ман ягон чиз аз модарам пинҳон намекунам. Чизе ҳаст, ман гап мезанам ба модарам, ман маслиҳат мепурсам аз модарам маслиҳат мепурсам, модарҷон чӣ кунам, ин хешт аст, ин хешт аст. Модарам албатта ки маслиҳат метаҳанд ки бачам ин хе роҳи дуруст аст, ин хе нодуруст аст, ин хе кун, ин хе кун. сиёҳ сафед фарқ кун, гуфта маслиҳат метаҳам. Ман албатта ки бесаркалон ман ҳеҷ кор кардан наметавонам. шумо дар оила чанд нафаред? 3 духтар ҳастем. 3 духтар. Калони ки аст? Апам ки айни ҳол. Шумо дуюм? Бале, ман дуюм. Бу хоҳарча дорам. Айни ҳол гуфте чӣ? Айни ҳол шавҳар дорам, хай ба зиндагӣ чун ихеда санъат кору бор надоранд умуман. Роҷи ба падар ҳарф назадед? Падарам ҳастанд. Аммо ҷудо? Не, ҷудо нестем. Вале дар дигар шаҳр ҳастанд, модарам дар дигар шаҳр дар Федератсияи Русия, онҳо ихе телефонӣ гап мезананду мақсад ки дар бисёр солҳо мегузарад, баъд ягон бор мебияду инсони нағз аст, дуо метавад, чӣ мекунад, лекин чӣ тавр ман намефаҳмам ки падар дар як шаҳр, модар дар як шаҳр, онҳо бо ҳам зиндагӣ мекунанд ё на? Росташ шуд? Зиндагӣ мекунанд. Падарам дер хабар мегиранд моро. Бале. Яъне ҷудо нестанд? Ҷудо нестанд, не. ёдаш мекунед падарро? Бале. медонед аввал инсон ёд мекунад то сарҳади ҷигарпора шудан ёд мекунад то сарҳади пазмонӣ, то сарҳади сӯхтан, то сарҳади фироқ ёд мекунад ва оҳиста оҳиста ин дил ба як санг табдил меёбад. муҳаббат қариб ки ҳамин ҳаст? қариб муҳаббат дар дидан, дар гуфтан, дар нишастан боз ҳам устувортар мешавад, вале дуриву фироқ билохир муҳаббатро ба нестӣ мебаранд. яъне қотили муҳаббат агар аз ман бипурсанд ки ки аст, ман дар навбати аввал мегӯям ки дурӣ, фосила ишқро мекушад, фосила муҳаббатро мекушад ва ҳанӯз ҳам ки ин фосила комилан ин муҳаббатҳоро накуштааст, одамҳое ки моро мешнаванд бояд фосилаҳоро барҳам бизананду биёянд канори ҳам, не? Бале. ҳарфе ки ба падар мехостед бигӯед кадом ҳарф аст? мехоҳам ки биян ҳамеша бо модарам бошанд, дастгирӣ кунанд. дар вақти васбинӣ модарам танҳо дар бари ман аст, ҳамеша ҳама. камила ҷон, ман маъзарат мехоҳам аз шумо. маро бубахшед. каме ба худ омадед? бале, метавонем идома диҳам. ман хеле маъзарат мехоҳам аз шумо ки ман гирёндам шуморо, ашкҳои шумо рехт ва ин ашк як духтаре буд дар фироқи падар. ба ҳар ҳол ман мутмаинам ки ин ашкҳо
ثمر میارند. میدونید یک دانه اشکی که از چشم انسان میغلطد و این اشک رو حتما که خدای مهربان میبیند و چندین برابر زیاد نصرت، ظفرمندی، شادی برای شما هدیه میکند. من مطمئنم این روز فرا میرسد. و اکنون من در ابتدا گفتم که شو بیزنس خوف و خطرهای زیاد دارد، دشواریهای زیاد دارد. شما گفتید که نمیترسم. انا این پاسخ شما برای من بسیار پسند بود. نمیترسم. اولش خداوند بغیر از خدای خودم دیگه از هیچ کس نمیترسم. برای که اول میترسم، از همه میترسم، از گپی مردم میترسم. چی فکر دارن؟ اوزی با من فرقیتی ندارد. گپی بد میزنن، گپای خوب. بله، آدمی که با من خوب رفتار میکنه انشاءالله که من 10 برابر خوب رفتار میکنم. قطعا کس نه که دیگر گپای زیادی ده اهمیت نمیتیم. بگذار بگویم. نگویم با مازیق میشم. واقعا هم درست است اگر نگویند این علم آور است. بله. برای همین من امروز میگویم نارفیقان، دشمن ها، حتی به شما هم سلام. آخر شما اگر نباشید ما از کجا پیش میرویم؟ بابای من یک گپ داشت. بعد میگفت که وقتی دشمن داشته باشی خرسان شو که تو یک چی هستی که دشمن داری. باید پیش روی. بله. بابام همین فقط میگفت که تو خرسان شو وقتی دشمن نداشته باشی تو زیغ شو که تو هیچ نیستی. بله. برای همین من خرساندم. بسیار خوب. برمیگردیم به بچگی ها. شما در شهر بختر به دنیا آمدید. بله. و مادر شما تا آن که به هجرت برود چیکار میکرد؟ چی داشتیم؟ دکانی لباسا داشتیم. لباس میفروختید؟ لباسی زنانه، مردانه، کودکانه هم خیلی. در بازار بختر؟ بله، در بازار فراوان میفروختیم. بعد هم خیلی شد که و فروختیم و به شهر مسکو. یعنی شما هم رفته به مادر کمک میکردید؟ بله. چگونه لباس رو میفروختید؟ یعنی شما میتوانید تاجر باشید وزیره؟ تجربه دارید؟ دارم. مثلا یک سیکرت، یک اسرار تجارت رو با من بگوشید. یک دختری اصلا مال پرست، یک دیوانه که از جیبک پدرش پول زیاد رو گرفته است میخواهد به بازار برود و تمام پول رو پاش دهد به 4 طرف و لباس بخرد، رود و به دکان شما دارد. چگونه دلی آن دختر را شما میابید؟ البته که من پیشنهاد میکنم، گپ میزنم، صفت مالها رو میگویم که چی طور است، اینش خوب است، اینش نه. شاید با یگان چی در مثلا گوید که نه من نمیخواهم این رو خریدم. مجبور میکنم. چی طور؟ این گونه کار رو کرده اید شما؟ بله. بله. این کارها رو مادر با شما میآموزند یا خودتان یاد گرفتید؟ نه، من همین وقتی که سودا میکنم اپام هم خیلی که بودم و من نگاه میکردم و میآموختم. همون کس یا خیلی مغازه ها می دروی گفتاری نغز ندارن. وقتی که همون صفت مالشون هم بلند هم باشه، نغز هم باشه، نمیخواهی از سببی که با تو مناسبتی بد میکنند، دغلانه رفتار میکنند، برای همین نمیخواهی. مصلحت های متخصص رو بگیرید. تاجران محترم، متخصص ساحه کمیله بانو، ساحه تجارت. خوب، اکنون یک چیز دیگر، در فروختن مال و کالا دل مردها رو یافتن آسان است یا زنها رو؟ مردها رو. زنها به حد مشکل است دلشون یافتن، برای که وای هم زن است. چیزی که میخوای وای میفهمد، حس میکند. بله، اما مرد نمیفهمد. میتونی که هر نمود. یعنی این معنای اون رو دارد که ما مردها نه اصلا کمیله در اویله که 3 خواهرکان به دنیا آمدند و به وای میرسند، خاراکترها گوناگونند. بله. یکی آرام طبیعت است، یکی شوخ است، یکی شاید که کمی عصبی باشد. بیایید درباره عموما خاراکتر شما و خواهرانتان حرف میزنید که چگونه است؟ نامهایشان؟ شهرینیسا اپای کلانی مقصد. از نامش معلوم است که با تمکین است. بله، نغز است، به حد آروم است،
چقدر آرام است. من بعضی حالت ها میشد که از آرامی و عصبی میشم که تا چی حد آرام است آدم میتونه آرام باشد. خواهرم کمی هم این طرف هم این طرف کم طرف عصبانی است و لیکن با مهربان است، دلسوز است، احساسی است، به حد احساسی بد است. خواهرم من گنده دمی اویله از بین دخترها مادرم فقط میگوید که همه کاملا خاراکترش عموما دیگه خیلی است. چی اتفاق افتاد که شما دکان مال و کالا فروشی را بستید؟ وقتی که ما پدرم اینجا کار میکردن، یک دو نافهمی شده بودن، پدرم پرتفتن رفتن فدراسیون روسیه. بعد مادرم هم جیغ زدن که مقصد بیاین شمایم. ما دکان رو فروختیم و رفتیم، از پسشان رفتیم. اونجا نشدک، زندگی خوب نشد. کدوم شهر؟ چلیابینسک رفتیم، نشدک، خوب نشد. همه دکان فروختگی پول همه رفت نشد دیگه. بعد مادرم دیگه پرتفتنه از همین کارای در همه فدراسیون روسیه زنها چیکار میکنن؟ مغازه میرن، کاسیری میکنن، هم خیلی کارا کردن که مثلا زندگیمون پیش رود. بعد من اومدم اونجا معقول نشد. بود هواش عموما به من پسند نیست، برای که نمیدونم. من وقتی که اونجا میرم بسیار کسل میشم، بسیار ناراحت میشم. نمیدونم برای چی. دیگرها فکر کنه اگر خواهن که با دیگر شهرها رو من بسیار تاجیکستان رو نقص میبینم. قند زنید. آفرین. کامیلا، شما گفتید که بعضی نافهمی ها شد و شما نافهمایی ها گفته چی رو در نظر داشتید؟ سبب پدرم از تاجیکستان رفتن آن بود که پدر من بیزنسمن بودن. قرضدار شدن؟ هم خیلی همگوی میشن، قرضداری وزبین شدن. بعد هم خیلی سپوریدن و دل خنک و دل سرد شده از همه چی، از اویله، از همه چی، از همه کس برآمده برفتن. از همین خاطر بسیار من برای همین زیغ میشم که دل خنک و دل سرد نشین، برگردیم بیاین. گفته 10 سال شد بیبی من گذشتن، پدرم نیومدن. هنوز هم قرضدار است؟ نه، همون چیزی که داشتن همه قرض را دادن، سپوریدن و رفتن دیگه. نخواستن همین طرف آمدن. برای همین 10 سال است، این 11 سالگی رفته است که پدر من تاجیکستان نیومده. در شو بیزنس باید جایبک پول داشته باشه که کارت بود شود. مبلغ از کجا میابید؟ سرچشمه مبلغ شما چیست؟ کیست؟ مادر من برای من شده پیش همه میرفت و گرده کج میشد که همین دختری ما به خاطر ما، اگر برای مادر ما هیچ چیزی نبود، هیچ لازم نبود. برای ما شده، برای فرزندش که همین دختری ما برای ارزوش، برای پول مال نه، برای ارزوش که در همه جای من جوش میزد. من میخواستم همین چیزا برای انمی مادر ما پیش همه میرفت، سرخم میشه، زارا میکرد، چی میکرد که همین دختری مرا چکنین. یکی چند جدا نگذاشته گپاش به خاطر که سری سفید داشته که حرمت عزت نکردن. با وقتی که پیش بختیار جان اومدیم و به خوبی قبول کردن، اپای نرگس هم خوش رو قبول کردن. وقتی که اپای نرگس یکم سروده که دادن با ما نشان دادن، ما گرفتیم. با مادرم قصه کردن، هر دوشان شیطان گیره کرده، شیطان هر دو زنو. بیایید اکنون یک کمک نفسی آزاد بکشیم. درباره غم و غصه ها اینقدر گفتیم که من یک آدمی علمدار، شما یک آدمی علمدار، 2 نفر آدمی علمدار نشستیم اینجا و وقت اون رسیده است که کمک شادی بکنیم، یگان چیز رو زمزمه کنیم. راضی میشوید؟ شعر و آهنگی دادی خدا اساساده است. قامت بلندی بچه، ابرو کمندی بچه، در دلکم جا داری شیرین و قندی بچه. قامت بلندی بچه،
ابرو کمندی بچه در دلکم جا داری شیرین و قندی بچه خنده زیبا داری بچه تو روی کاری از بری خواستگاری مهر مرا میاری. واو تمامی مال دنیا رو باید مهر بیارن با پای این دختری نازنین بریزن. عجیب عجیب. من ذهن موندم که با کی شما تقلید میکرده باشید، با کی شما تقلید میکرده باشید نیفتم. با فکر شما با کی؟ با هیچ کس. بله برای که من با هیچ کس تقلید کاری نمیکنم. چیزی که همین خودم دارم انشاءالله که همه را پیشه میگیرم و انشاءالله که موفق میشم. شما در پیش دوربین نواربرداری خیلی آزادید. بله. تجربه داشتی؟ نه. قبل در نورسیتون؟ نه. تماما نداشتم. نداشتم. کی با شما یاد داد؟ دادی خدا اساساده پرودوسرم با من به سخت کار میکنند در همه حالت. نه یعنی امین ابرو پرانی ها رو هم دادی خدا با شما یاد داد؟ نه و چیزی که هست من میخواستم که همینا رو مقصد که روی صحنه بیرون برارم لیکن شرم داشتم. وقتی که انسانی که یافت شد با من هم فکر رو چی شدن من خرسند شدم برای همین آزادم دیگر نمیترسم یکون کس. اصلا نترسید. و اگر کسی به شما میگوید که این ناز و ادا به شما نمیزیبد دروغی محض گفته است. یک بار همون ابرو پرانی رو تکرار کنید به سرود. یک طرف از هر دو طرف یک بارینش یک بارینش یک دو یک دو یک دو. واو خیلی جالب. میدونید همین رقص ابرو میگویند این را. رقص ابرو در صنعت خورئوگرافی مملکت هند به نهایت لازم است. اگر کسی رقص ابرو را نمیتواند او را هیچ وقت هنرمند موفق نمیحسابند. و اصلا هنرپیشه های بسیار معروف و نامدار سینمای بالیوود نیز بلدند سالها میزنند تا رقص ابرو رو یاد بگیرند. رقص ابرو همینه بود که ما حالا نشان دادیم و این هنرمندان بالیوود که در اساسی آموزش و تحصیل در مدرسه های هنری این چیز را یاد میگیرند ولی این کمیله ما به یگان مکتب اینجا را میتواند. دانا کدو مناره با آمدنیاره کاش ببرم خدا جان یاری مرا بیاره کاش ببرم خدا جان یاری مرا بیاره. شما در همین لحظه ها آرزو میکنید که کنسرتی محتشم در باختر زادگاهتان بیایید خیر فراتر از باختر میرویم فراتر از شاید که دوشنبه میرویم یگان تالاری که یک 20,000 تماشابین داشته باشه. میدونید من نمیخوام که این خیلی سراینده باشم که تنها در داخل تاجیکستان باشم. میخوام که بیرون از تاجیکستان هم هنرنمایی کنم. چگونه خود را میبینید؟ چگونه پیراهن، چگونه لباس، چطور همون لحظه رو تصور میکنید؟ پیراهنی سرخ. واو. تاقی سرخ. تاقی که شد یعنی میلی بله البته که میلی. همه لباس هم سرخ باشد برای که من میخوام که مثل گل لاله شکفته باشم. برای چی سرخ انتخاب؟ عجیب. فکر خیلی جالب و این فکر رو همین بچه خوب دادی خدا باید به نظر بگیرد که ما در این باره گفتیم این آرزوی کمیله است و نرگیس، بختیار جان، دادی خدا اینها انسان های در کاری هستند و نمیخواهم آن روز فرا برسد که یک مردی سرمایه‌داری مثلا فربه که اشکمش 120 کیلوگرم است همین مردهای پرگوشتی شکمدار. بله بودن بسیاری بودن. خونه میخریم ماشین میخریم صاحب همه چی. من گفتم من برای خونه ماشین برای اینا
کار نکرده ایستادم. مادرم انشالله ما از یگون چی کم نیستم خدا با شکر. همه چی است. از یگون چی کم نیستم. من برای خانه داریم. در مسکو داریم. حاضر در قرغان هسته. ما خانه تنقیصی نمیکشم. نه تنقیصی نمیکشم. کامیلا جان سپاس، ولی میخواهم در آخر باز یگان چیزی گر زمزمه بکنیم. گردش چشم سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. گردش چشم سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. موج دریای نگاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد. تن و تن پوش سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید، خوشم میآید، خوشم میآید. عجیب، آرتیست که من دیگر حرف ندارم. چیکار کنم؟ اینجا خداحافظی میکنیم. در آخر چی میگوید با مخلصانتون؟ با مخلصانم گفتنیم که با نزدیکی در ازبکستان کلیپ نو را با نقشه گرفته ایم. انشاءالله که با آنجا سفر میکنیم. کلیپ نوی مرا انتظار باشند و با من باوری داشته باشند. همیشه همه تان رو دوست میدارم. خداحافظی میکنیم اینجا تا برنامه‌های آینده. خیر، مسلط و مظفر باشید. احزیق نشوید. خیر. این چه کلمه است؟ از کدام زبان آمده است؟ اینجا چی معنی دارد؟ با همه سوال ها از واژه جو نقطه جی جواب پیدا کنید.